آفرین آفرین. ما بسیار هوشیار هستم، خود تو که تو را عروسی کنیم انشالله تعالی زندگی. اینال گپ دیگهش که یا گپا بسیار مهم است بر من تنها سر چیره سعی نمیکنم اونم خودت ماشاءالله بسیار مقبول هستی، مادر پدرتم مقبول هستم از چیرت میبینم. مگم اینال یک سوال، وقتی که یک زن خودت آرسی میکنی آل کیدگیر هستی یا نیستی؟ اجازه داره بره بیرون کالای پوشیدن خودت چطور بپوشد؟ چی برات است این گپا؟ برات مهم است یا نیست؟ و من بگم گپم نیست که تو نبگیریش، ما بریم ما تو را بیاریم. چی؟ کالو مالو کالیه چی؟ یا مشکل خونه لري نه اروپا است میچله، هیچ گپم نیست. خو خی هرچی که میخوای بپوشم میمانش دیگه هیچ زنده. گپم نیست، خو لغل نبگرزی و بس جامع بپوشی، یعنی بغیر بجامو، بغیر بدون لباس نبری، بدون لباس هر چی بپوشی جسم تا پرت کنیش بس. بس آل وقتی که خودت میخوای با ما آشنا شی و ما باید از وقتی که آرسی کنم تیک تاک ما دیلیت کنم یا میتونم بانم؟ تو که میری گو ما نمیریم، بعد دیگه دخترها را نمیکنیم که تو را ما خوش داریم. وای ته ما سره آشنا کیږي غواړي زه ټیک ټاک ډیلیټ کوم که خو ما تو مرضی از تو خودش است، سعی کنیش. ما خو نمیدونیم که ما دیگه دخترها را گپ میزنیم، دیگه دخترها را گپا بزنیم، دیگه دخترها را بگم که تعریف کنیش که خوش هستی، خوب هستی، چشمای دختر ایت گپا با ما خوش ندارم. ما واقعا ما خودش زمیر ما نمیگه. با مرضی از تو است که تو بچه داری عروسی کدی با دیگه دختر بیای نمیای، او مرضی از تو است، لیکن قندی هستی. آل بر ما وقتی که آرسی کنیم آل ما اجازه دارم تیک تاک داشته باشم یا بگی دیلیت کن؟ تاک چیه؟ یوتیوب هم داونلود کنیش. نه راست میگی؟ نه ما فکر نمیکنم بخاطر خودت مردای افغان یکم خو یک قیدگیر هستن. ما در اروپا زندگی کردیم، ما کلش چیزا را دیدیم. خود تو به ما خوش باشی ما تو را خوش راسته. خو آل یک نو از ده شدی؟ یا 23 است، نه 35 هستم. خود تو هیچ گپم نیست. نه آل نو از ده شدی. اینال آخرین مهم گپ باش چی باشه باش تو ما فکر بگو سوالای تا کلش خلاص کنی. در واتساپ چی میگی بعد؟ خب سوالونو که اخیر که پشمان است بیا چی که گفت تا خو اینال warte Leute, letzte Frage. با ما میتی؟ ما آزادی میتونم داشته باش، میتونم بیرون برم کت اندی والا نه برد تشناب